صبر صبر صبر. تا صبر نداشته باشی به اون درجه از زندگی که انتظارشو داری نمیرسی، یه شبه نمیرسی. باید وارد چالش های زندگیت بشی، باید چالش ها رو بگذرنی و زندگی بدون چالش قشنگ نیست. من چجوری میتونم چالش نداشته باشم و به اون هدف برسم وقتی اون موفقیت برای من معنا داره که این چالش ها رو بگذرونم. مورد بعدی که فکر میکنم خیلی تو موفقیت تاثیر داره نترس بودنه. ترس برای من معنی نداره، من اسمشو میذارم چالش. نباید بترسی، هر یه قدمی که بترسی تو رو یه دونه از موفقیت دور میکنه و یه لول میارتت پایین. کلا زندگی رو من مثل بازی میبینم، لولا، یه مرحله بری بالا، مرحله بری بالا، مرحله که گیر میکنی میخوری به اون چالشه، نترس. ممکنه اونجا زمان ببره گیر کردنه ولی باز دوباره لول اپ میشی. این برای من معنی موفقیت داره. Likey